الحمدلله. خدا این چشی گریون اما نگیر. 3 روز وقت دادن قبور ائمه بقیع رو خراب کنیم، خراب نکردن. آقا امام مجتبی به خواب تولیت حرم اومد فرمود خراب کنید حرمو. گفتن آقا ما دلمون نمیاد ما خراب کنیم. فرمود خودتون خراب کنید، خودتون خراب کنید، با گریه خراب میکنید. اینا خراب کنن دشنام میدن و خراب میکنن. شیعه ها جمع شدن بابیل و کلن، آروم آروم میزدن، خشتا رو در میاوردن و چشم میذاشتن. بعضی کارا رو خودیا باید انجام بدن. دست همه رو زینب خودش بست. خانوما دخترها کسی نمیتونه نزدیک بشه. فرمود عقب بایستید خودم میبندم. آخر سر امام سجاد ماند و خانوم زینب. آقا امام سجاد فرمود عمه جان دستتو بیا جان. ببخشید عمه جان من نبندم اینا میبندم. آخه مگه هر سگی میتونه به زینب نگاه کنه؟ به سایه زینب نمیتونن نگاه کنه. دست و بست دست امام سجادم اونا بستن. همه رو سوار کرد. موندن خانوم زینب میخواد چطور سوار بشه. با دست بسته اشاره کرد به ناقه. ناقه نشست. ناقه با خاک یکی شد. دختر امیرالمومنین سوار ناقه شد. اما این ناقه کجا؟ محملی که از مدینه در اومدن بیرون کجا؟ اون روز با سلام و صلوات آوردن زینب. یه روزم نگاه کردید حسینش زرش روی نگذست. ای وای ای حسین. اینه که امام رضا میفرماید هر موقع خواستید گریه کنید بر جد ما گریه کنید. قوقا کرده امام رضا با این دستورش. وقتی دستورم بدن عمل کنی خودشون کمک میکنن که به دستور عمل کنن. دیروز داشتم میگفتن گفتم ببین یه مشک آب 200 متر راه نتونست بیاد چه آشوبی درست شد تو دنیا. 1300 سال 1400 سال داری برای این مشک گریه میکنی به خیمه نرسید. عالم 1400 سال داره برای فاصله نیومدن این مشک پاره گریه میکنی. شب آخر یا ابوالفضل فرج امام زمان ما را برسان.